فرستادند تا ذبح شوند. پسر من هم یکی از آنهاست. وهاب به قربانگاه می رود تا خونش را حنای دستهای من و تو کند. پس من چه خاکی به سر کنم؟ من که نه پدری دارم نه برادری، نه قوم و خویشی. کمتر از 20 روز است که عروس شما شدم. تنها امید و عشقم وهاب است. بی او به که تکیه کنم؟ عروس گلم، مباد اشکایت وسوسه شیطان شود و پای مردت را بلرزاند. عاشق سینه چاکی چون تو مانع خوشبختی ابدی محبوبش نمی شود. مادر جان، نوعروس هم را به تو و تو را به خدای حسین می سپارم. قول بده برایش همان مادر دلسوزی باشی که وهاب را به ثمر رساند. آسوده خاطر باش شیر شرزد. زین پس این فرشته کوچک هم عروس من است هم یادگار پسر. به یک شرط راضی می شوم به میدان بروی وهاب. شرط؟ امروز جاری کردن حسین تکلیفی است که خداوند بر دوش خوبان امت جدش قرار داده. بر تکلیف خداوند شرط و شروط بستن عین بی‌انصافی است. همان که شنیدی وهاب، شرطم را قبول نکنی شکایت به حسین و خدای حسین خواهم کرد. شرطت چیست؟ قول بده قبول کنی تا بگویم. چه قولی بدم وقتی نمیدانم شرطت چیست؟ نترس وهاب. برای نوح هجله‌ای مثل من که میخواهد راضی شود همه آرزوها و رویاهایش را جلوی چشمانش بربر کند، حتما شرط و شروطش منصفانه است. بسیار خوب. های پسر جان، شرطش ارادت را نشان رفته باشد چه؟ از او میپذیری؟ مادر جان، من باید سست اراده باشم که بخواهم اراده شویم را بشکنم. آیا حق ندارم با این سن و سال در آزمونی دشوار از خوشبختی خود با چنگ و دندان حفاظت کنم؟ چطور تو پسرت میخواهید؟ من نخواهم. نترسید. شرط من چیزی نیست که وهاب را به میهمانی ملکوتیان نرساند. بسیار خوب، بسیار خوب. قبول کردم. باید قول بدهی چیزی را که در دنیا به من ندادی در عقبا بدهی. باید قول بدهی که در قیامت من عروس تو باشم، تو شوی من. سبحان الله. کجا سیر میکنی بانو؟ همونجا که تو به شوق وصلش بال میزنی. دوزخی باشم چه؟ باز هم میخوایی شریکم شدی؟ درهای دوزخ بر فدای حسین بسته است. عجب شرطی کردی ور پریدی. خوب وهاب، شرط عروسم را قبول میکنی؟ قبول نکنم چه کنم؟ قبول. باید ضامنی بدهی تا خیالم راحت شد. چه ضامنی بهتر از شرافتم؟ البته، اما من میخواهم سرورمان حسین ضامنت شود. کوفه، شما بدتر از قوم بنی اسرائیلید. میدانید چه میکنید؟ شما راه بر پسر پیامبر خود بسته اید. آیا حسین به شما ستمی کرده؟ یا حقی از شما ضایع نموده؟ یا خونی از شما بر ذمه اوست
که قصد جانش کرده اید؟ به خدا قسم دست از حسین بر ندارید تا قیام قیامت صلح از شما گریزان شود، خفت و خاری قرینتان گردد و برکات و نعمات خدا نصیبتان نشود. های نوزبی، بس کن موعظه های گوش آزار را. چی هستی؟ وهب ابن عبدالله ابن حباب کلبیم. پیش از دیدار با سید و سرورم حسین به کیش ترسایان بودم. با سخن و عمل حسین شیدایی او شدم، فدایی او شدم. به خدا قسم عیسی مسیح در ملکوت مشتاق دیدار حسین است. قسم به خالق خورشید و ماه و ستارگان، قسم به خالق زمین و دریاهای خروشان، قسم به نازل کننده باران که آمدم در حمایت از نوه پیامبر خاتم جان شیرینم را معامله کنم. مسلمانی نیست حسین را یاری کند؟ دست به دامن یک ترسه ها شده. برو بچه، ما با اهل کتاب نمی جنگیم. خدا دهانت را بشکند ملعون. تو به کتاب خود شمشیر کشیده ای. در باطل بودن حسین همین بس که کودک ترسایی چون تو را به قربانگاه فرستاده. نام آلاتی که بر پشت و کمر و دست داری چیست بچه؟ خود به میدان بیا. هر کس نیش این مار بچه را بکشد انعام خوبی پیش من دارد.
مفتا از لاشش هم میترسید؟ نامرد امیر هنوز زنده است. شونان باور ترسه ها مصلوبش کنید تا امیر درباره‌اش حکم کند. معلوم است چی میکنی شمر؟ این چه بساطی است؟ یکی از کلبیان است به نام وهب. پیش از آنکه صحابه حسین شود ترسا بوده. دلیل خوبی است برای عوام تا باور کنند حسین و اصحابش نامسلمانند. کمر عجیب به باف شمر. با این معرکه ها وقت تلف نکن. جنگ به ترازا بکشد همه مخموم میشویم. نباید به مسافه تن به تن رضایت میدادی عمر. افراد ما ترس از مرگ دارند و اصحاب حسین به شوق مرگ می‌جنگند. هر کدامشان حریف فوجی از لشکر ماست. فی المثل